دوباره سلام میدم به همتون. مرسی که اومدین، مرسی که منتظر موندین. من پروانه علیبگدو هستم، اینترن استپ 2 CS اینترنشیپ. توی استپ قبلی ما راجع به HTML و CSS صحبت کردیم و اینکه چجوری میتونیم المنت ها رو توی یک کدی به کار ببریم و استایلشون کنیم و نتیجه کار این ماشین حسابی بود که من ساختمش و رنگ ها، فونت و هر چیزی که توی این صفحه هست، مثل وقتی که هاورش میکنم، مثل وقتی که کلیک میکنم رنگ تغییر میکنه و همینطور چیدمان کلی المنت ها که ما از گرید تمپلیت اریا استفاده کردیم برای این کار توی استپ قبلی توضیح دادم راجع بهشون. توی این استپ تاکید بیشترم روی اینه که چجوری میتونیم یک صفحه رو ما ریسپانسیو دیزاین کنیم. درسته که قبلا ما از یه سری ویژگی های CSS استفاده کردیم واسه این که بتونیم صفحه‌مون رو ریسپانسیو کنیم، ولی قرار که تو این ارائه یکم جلوترم بریم. حالا چیزایی که ما استفاده کردیم توی قسمت هدر، اگه من کوچیک کنم صفحه رو میبینین که این همینجور جمع میشه و کوچیکتر میشه. ما توی این حالت از فلکس استفاده کردیم. فلکس فقط توی یک جهت به کار میره، یا تو جهت کالم ها یا تو جهت روها، ولی گرید توی دوتا جهت هم میتونه استفاده بشه، مثل صفحه کلید که اگه من ارتفاعش رو کم کنم هم تغییر میکنه، اگه که من عرض رو هم تغییر بدم باز هم تغییر میکنه. ولی توی این مرحله ما چیز دیگه‌ای که داریم مدیا کوئریه. مدیا کوئری این اجازه رو به ما میده که استایل‌های مختلف رو بر اساس نوع دیوایسمون یا محیطی که صفحه وبمون رو نمایش میده اعمال کنیم. حالا من میرم توی ویژوال استودیو تا بتونم که این رو به شما بهتر نشون بدم. حالا چرا ما اصلا میخوایم این کار انجام بدیم؟ به خاطر اینکه توی سایز دسکتاپ خیلی همه چی اوکی، همه چی خوبه، اندازه ها خوبن، ولی وقتی سایز کوچیکتر میشه، به این حالت حالا تبلت میرسه یا کوچیکترش وقتی توی این حالت قرار میگیره، ما خیلی فضای جالبی نداریم. یه فضای پرتی داریم که واسه هیستوریه که اصلا توی گوشی شاید به کارمون نیاد، یا یک صفحه کلیدی داریم که برای کاربر خیلی سخته که با انگشت بخواد این دکمه ها رو استفاده کنه. کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه که این قسمت هیستوری رو وقتی که سایز موبایل میشه یا توی این تسک ها ما قراره که این اندازه رو 640 در نظر بگیریم، یعنی وقتی که حدوداً به این حد میرسه ما دیگه هیستوری رو نداشته باشیم و فقط در اون صورت یک کالم داریم، یعنی این کالم ما به صورت کلی از گرید تمپلیت اریامون حذف بشه و ما یک کالم برامون بمونه. من یه مروری کنم بر سری قبلی که صحبت کردیم. تو گرید تمپلیت اریا ما یه سری کوتیشن مارک ها داریم که این کوتیشن مارک ها هر کدوم یک ردیف یا رو نشون میده، یعنی ما اینجا 1 2 تا 3 تا 4 تا و 5 تا ردیف داریم توی اینجا و توی این کوتیشن مارک ها هر تعدادی که المنت ها اسمشون اومده باشه اینها نشون دهنده کالم های ما هستن. پس ما اینجا 2 تا کالم داریم. اگه بخوایم توی این سایز ما کالم رو یه دونه در نظر بگیریم، باید یکی از اینها رو ما از اینجا حذف کنیم. حالا میایم با مدیا شروع میکنیم. مدیا، اسکرین. مدیا
به ما این اجازه رو میده که همون ویژگی هایی که راجع به مدیا بهتون گفتم رو روی کدمون اعمال کنیم. اسکرین برای این به کار میره که ما توی اسکرین های مختلف ازش استفاده کنیم و اینجا خیلی مهمه که تو مدیا سایزمون رو مشخص کنیم، یعنی عرض یا طولی که میخوایم تو اون حالت تغییر کنه رو مشخص کنیم. تو اینجا قراره که ماکسیموم عرضی که ما قرار در نظر بگیریم 640 پیکسل باشه. یعنی ماکسیموم ویدت یعنی که یا 640 پیکسل باشه یا کمتر از اون باشه، یعنی دیگه حد اکثرش 640 پیکسله. حالا برای اینکه ما بخوایم این تغییر رو بدیم، اول باید بگیم که خب این تغییر به تارگتش کدوم المنته، کجا رو میخوایم تغییر بدیم، که ما قراره که توی بادی گرید تمپلیت اریا رو تغییر بدیم. پس بادی رو میاریم اینجا و میگیم که چی رو قراره تغییر بدیم. حالا من برای اینکه سرعتمون بره بالا من اینو کپیش میکنم. خب همونطور که گفتم قراره که ما این قسمت ها رو اینجا حذفشون کنیم. از همشون قسمت دوم که هیستوری باشه رو ما حذف میکنیم. حالا اینجا هدره، درسته ما هدر رو در نظر گرفتیم که با اون تمام ساختار جور باشه، ولی خب اینجا هم هدر رو نیازی نداریم دیگه. خب چیزی که میبینیم یه همچین صفحه‌ایه، ما دیگه چیزی به نام کالم دوم اینجا نداریم. همونطور که میبینین اینها هم از این قسمت شروع شده، ولی یه مشکل دیگه ای داریم که کلا چیدمانمون به هم میخوره. ما این متنی که مربوط به هیستوریه میاد پایین و اصلا یه چیز خیلی آشفته به وجود میاد. برای اینکه ما این رو هم درست کنیم میریم تو قسمت هیستوری، جایی که هیستوریمون رو اونجا کدش رو داشتیم و نیازه که به جای اینکه دیسپلی فلکس باشه و تعریف شده باشه، یه چیز تعریف شده باشه، ما کلا باید این رو حالت نان بذاریم برای اینکه اصلا نداشته باشیمش. پس میایم یه بار دیگه مدیا رو میگیم که باید توی حالتی که حد اکثر ارزش 640 پیکسل باشه ما هیستوریمون، حالا اینجا هیستوریه. چرا هیستوریه؟ چون که ما قراره تارگت ما اصلا هیستوری باشه، چیزی که میخوایم تغییر بدیم توی هیستوریه. دیسپلیمون رو نان میذاریم. حالا توی اینجا برای اینکه این لاین خیلی مهمتر از لاین های دیگه است توی این سایز، بهتره که از ایمپورتنت استفاده کنیم. ایمپورتنت اجازه رو به ما میده که ارجحیت با این لاین باشه، یعنی تأکید بیشتر توی این قسمت روی این لاین باشه. و وقتی که این رو داشته باشیم ما توی این قسمت حذف میشه کلا هیستوریمون و هیستوری نخواهیم داشت. حالا ما الان داریم یه قسمتی که شاید براتون سوال باشه که این قسمتی که خالی مونده خب نباید درست بشه، نباید حل بشه همه چی، و برمیگردیم خب ببینیم که اینجا مسئله‌مون چیه. اینجا اگه ببینین ما برای اینکه 2 تا کالم داشتیم براش 2 تا سایز مختلف در نظر گرفتیم، یعنی یکی از کالم هامون که سمت چپ باشه 3.79 اف آره و کالم سمت راستمون 1 اف آره. حالا که هیستوری نیستش ولی سایز تعریف شده، پس ما دوباره این رو هم مجبوریم که تغییرش بدیم و میاریم این رو هم یکیشو حذف میکنیم، همون اف آره 1 اف آر کافیه. این قسمت حذف شد. میبینین همه چی جای خودشه، همه چی اصولیه و اگه سایز بزرگتر بشه ما دوباره هیستوری خواهیم داشت، ولی از 640 پیکسل به پایین ما دیگه هیستوری رو نداریم، همه چی مرتب چیده شده. ولی باز هم ما یک مورد دیگه‌ای که داریم اینجا اینه که چیدمان این
چیزها، صفحه کلیدها خیلی تو همه و خیلی کوچیکه و باز هم یه خورده واسه کاربر قطعا باید سخت باشه که بتونه از اینا استفاده کنه. میریم یه تنظیماتی هم روی این صفحه کلیدا داشته باشیم. یه چیزی رو که باید من یادآور کنم اینه که یکی از تمریناتی که ما داشتیم این بود که این کالم قراره که حذف بشه و یک رو قراره که بالا اضافه بشه واسه اینکه ما دسترسی به این صفحه، به این شماره ها توی گوشی برامون راحت تر باشه. ما میایم توی صفحه کلیدها یه تغییرات ایجاد میکنیم. چیدمان رو که نگاه کنیم توی گرید تمپلیت، رو تعدادشون 5 تاست، یعنی ما 5 تا رو داریم اینجا و 5 تا کالم داریم که اگه بخوایم این کالم رو حذفش کنیم در نتیجه ما 4 تا کالم خواهیم داشت، یعنی این کالم ما باید بشه 4 به جای 5 و اگه یه رو اضافه بشه بالا به جای 5 تا رو ما قراره که 6 تا رو داشته باشیم. حالا من اینم کپی میکنم، میریم پایین، دوباره یه مدیای جدید تعریف میکنیم و بر حسب حالا ما میتونیم اینجا دوباره همون 640 رو در نظر بگیریم، ولی من میخوام که اون اندازه‌ای که توی دوره گفته شده یعنی 1024 رو در نظر بگم. یعنی از وقتی که اندازه به حالت تبلت در میاد حدوداً اینجوری ما قراره که این چیدمان کلید هامون تغییر کنه، یعنی از حالت تبلت فقط تو حالت دسکتاپ قراره اینجوری ما آزادانه این کلیدها رو داشته باشیم. وقتی که از این حالت کوچیکتر بشه ما چیدمانمون رو تغییر میدیم. حالا من کوچیکتر در نظرش میگیرم که بریم جلوتر ببینیم چقدر باشه. پس گفتیم که 1024 میگیریمش. چی رو 1024 قراره بگیریم؟ کلید هامون رو قراره 1024 در نظر بگیریم و چیزی که قراره توش تغییر بدیم این هاست. قرار شد که تعداد روامون بشه 6 تا و تعداد کالمامون بشه 4 تا. خب میبینید یه وضع آشفته همه کلیدها به هم ریخته، معلوم نیستش که جای هر کدوم کجاست و این کاملا طبیعیه برای اینکه یک اوردر خاصی نداره. و یک چیزی هم که ما باید توی این مرحله انجام بدیم اینه که این x به توان 3 رو ما باید حذفش کنیم. واسه اینکه توی این تغییر ما این x به توان 3 رو تغییرش بدیم میایم این رو کلن دیسپلیش رو نان میکنیم برای اینکه دیده نشه. توی همین فضای مدیا این کار رو انجام میدیم، ولی دقت کنین که قرار نیستش که تو قسمت کی چیزی تغییر کنه، قراره که این خودش به صورت تنها و جدا تغییر کنه. پس میگیم که x باید دیسپلیش نان بشه و چیزی که میبینین x نداریم ما دیگه اینجا و تعداد البته کلید هامون هم بیشتر بود یه دونه و بهتر بود که خب یکیش حذف بشه تا بتونیم به اون حالت تعادل برسیم. حالا برای اینکه این چیدمان درست بشه ما میتونیم از اوردر استفاده کنیم، از سینتکس اوردر استفاده کنیم، ولی به شخصه باهاش کار کردم و جواب نگرفتم و فکر میکنم اینجا بهترین گزینه اینه که از گرید کالم یا گرید رو استفاده کنم. گرید کالم و گرید رو یه استارت و یه اندی دارن که نشون میده که مثلا این المنت از توی روی اول باشه و توی کالم اول باشه و از اینجا مثلا از 1 شروع بشه و تا 2 ادامه داشته باشه. حالا چون ما اینجا ثابت داریم و نیازی نیستش که اسپنش کنیم همون یکیشو در نظر میگیریم. حالا من به طور مثال یکیشون رو میگیرم، مثلا پرسنتیج رو میگیرم. پرسنتیج قراره که گرید
کالمش 1 باشه و قراره که گرید روش هم 1 باشه، یعنی جاش قراره که همون اول باشه، همین اولش باشه. و میریم دونه دونه همه این کلیدها رو میاریم و مثل همین پرسنتج براشون گرید کالم و گرید رو تعریف میکنیم. من حالا چون وقتمون کمه ترجیح میدم که کنترل زی رو بزنم جوری که حالا قبلا چیده بودم برای شما بیاد و ببینین که ساختار کلی چجوری میشه. پرسنتج و اسکوئر روت x2 حالا چیزایی که من اسم گذاشتم و همه رو تعریف کردم. مثلا اسکوئر روت قراره که توی کالم دوم باشه و توی روی اول باشه، یعنی تو روی اول تو کالم دوم باشه. همونطور که میبینید حالا بعد اینکه این چیدمان رو انجام دادیم همه صفحه کلید ما سر جای خودشون قرار میگیرن و یه چیدمان کاملا منظم داریم که به همشون دسترسی داریم. و این نکته رو که دوباره بگم که اگه از 1024 بیشتر بشه دوباره ما این حالت رو خواهیم داشت و کمتر این حالت رو خواهیم داشت. و یک مسئله دیگه‌ای که هست ما قراره که اگه ارتفاعمون هم کمتر میشه یعنی طولمون کمتر میشه تو حالتی که 620 میرسه 620 میرسه دوباره ما این تغییر توی چیدمان صفحه کلیدمون رو داشته باشیم که این حالت در میاد. حالا برای اینکه این حالت در بیاد من چون برگشتم همه چی رو به حالت قبل برگردوندم، ولی واسه اینکه این حالت در بیاد ما یک ماکسیموم ارتفاعی براش تعریف میکنیم. قبلا ماکسیموم ویدتی براش تعریف کرده بودیم که ماکسیمومش 1024 بود. با یک کاما ما میتونیم جدا کنیم و یک ماکسیموم هایتی براش تعریف کنیم که 620 پیکسل باشه. توی این حالت اگه ارتفاعمون به 620 پیکسل برسه و عرضمون به 1024 پیکسل برسه ما تغییر توی این ساختار و چیدمان خواهیم داشت. من فقط نمیدونم چقدر تایم دارم. خب حالا دارم. خب چیز دیگه ای که شاید لازم باشه که ما اینجا تغییر بدیم، اگه دقت کنین ما هیستوریمون از اون حالت اول که ما میخوایم سایزش رو کوچیک کنیم شروع میکنه به کوچیکتر شدن. یعنی حتی وقتی که به حالت تبلت هم نرسیده و حالت دسکتاپ داره، تو دسکتاپ هم اگه ما کوچیکش کنیم کوچیک میشه، ولی ما نمیخوایم این قضیه اتفاق بیفته. یعنی میخوایم وقتی که رسید به حالت تبلت این شروع کنه کوچیکتر شدن و یه جایی که دیگه حذف بشه. برای همین ما میایم یه مدیای دیگه تعریف میکنیم توی قسمت جنرالمون. تو جنرالمون قسمت هیستوریمون اصلا قرار هیستوری رو تغییر بدیم نه چیزامون. خب تو قسمت هیستوریمون میایم یه دونه دیگه برای حالتی که عرضمون به 1024 میرسه تعریف کنیم. دوباره این رو میریم و این سری ماکسیموممون رو 1024 در نظر میگیریم. توی این حالت هیستوریمون قراره که از حالتی که ببخشید من خودم دچار سردرگمی و آشفتگی شدم، قراره که اندازه این هیستوریمون تغییر کنه. قراره که از حالتی که اینجا 320 بوده کوچیکتر بشه یا کوچیکتر هم نشه حتی
و خب این رو توی هیستوری ما نمیتونیم تغییرش بدیم، واقعیت باید بریم توی چیز تغییرش بدیم، توی همون جنرالی که گفتم باید تغییرش بدیم. توی اینجا هم ما بادی رو باید تغییر بدیم. چرا بادی رو باید تغییر بدیم؟ چون که ما قراره که این grid template کالم رو سایزش رو تغییر بدیم. اینجا که ما تعریف کردیم که یک FR باشه، یک FR به ما یه امکان میده که فضایی که داره رو اشغال کنه و خب ما نمیخوایم فضایی که داره رو اشغال کنه، ما میخوایم که 320 باشه. پس اگه بخوایم که 320 باشه، ما توی بادی میایم این رو انتخاب میکنیم و این رو به حالتی میذاریم که این 320 باشه و این یک FR بمونه. یعنی این رو 320ش میکنیم و این رو یک FR میکنیم. و این رو وقتی اتفاق میفته که البته مینیموم ویدثمون روی 1024 باشه، یعنی وقتی که این حالته، این الان 320 تا اینجا 320 و بعد شروع میکنه کوچیک‌تر شدن. دیدین؟ تا 1024 320 مونده این قسمت هیستوری ما و بعد از اون یهو کوچیک میشه. برای اینکه یهو هم کوچیک نشه یه کار دیگه هم میتونیم اینجا بکنیم که یه مدیای دیگه تعریف میکنیم. این مدیا برای اینه که ما وقتی که از حالت 640 پیکسل میره بالاتر تا برسه به 1024 پیکسل ما یه تغییری داشته باشیم. پس ما 1024 رو تعریف کردیم. 1024 قراره که 320 باشه. حالا از این که کوچیک‌تر باشه ما براش یه دونه مینیمومی در نظر میگیریم که این مینیمومه از کجا شروع میشه؟ از 640 پیکسل شروع میشه. ولی یه مشکلی پیش میاد، چون ما قبلا اینجا 620 پیکسل رو تعریف کردیم، بهتره که یک پیکسل از این بالاتر رو در نظر بگیریم. یعنی توی 640 پیکسل قراره که یه سری تغییرات ما داشته باشیم. پس بهتره که از 641 پیکسل به بالا ما تغییرات دیگه‌ای که میخوایم اعمال کنیم رو داشته باشیم. اینجا بادیمون رو این رو میگیریم دوباره و میاریم اینجا و الان من این رو یکم عدد خیلی فضایی در نظر گرفتم و مجبورم که چون با FR در نظر گرفتم یه خورده واسه در اومدن این سایز ها به مشکل خوردم، ولی این رو من 3FR در نظر میگیرم و اون یکیه رو 1.35 فکر میکنم اوکی باشه در نظرش میگیرم. خب بریم ببینیم که چجوری شد. نگاه کنین هیستوری شروع میکنه آروم آروم بزرگ میشه، آروم آروم بزرگتر میشه تا یه جایی که دیگه 320 پیکسل میمونه و ما این رو داریم. و خب بعد اینکه این تغییرات رو دادیم من میخواستم یه چیزی هم آخر این قضیه بگم، فکر کنم دیگه زمانم هم تمام شده. راجع به اینکه من جلسه گذشته راجع به گیت هاب صحبت کردم چجوری کامیت کنم و چیز جدیدی که توی این استپ یاد گرفتم راجع به کامیت کردن این کدها توی ویژوال استودیو کد بود که میتونستم از این طریق انجامش بدم و خب بعد از اینکه یه ریپوزیتوری اینجا ایجاد میکنیم میتونیم تغییراتی که روی کدمون انجام دادیم رو خیلی مستقیم اینجا یک توضیح راجع به اینکه چه تغییراتی داشتیم بنویسیم و کامیتش کنیم.
خیلی راحت تر این کار رو میتونیم اینجا انجام بدیم و همین. ممنونم که تو ارائه‌ام بودین. امیدوارم که لذت برده باشین.